به نام خدا. سلام خدمت دوستان عزیز و بزرگوار خارج از کشور. من این ویدیو رو ضبط کردم به خاطر اینکه کل پروسه دریافت مهر خروج مشمول غیر از خارج از کشور رو رفتم و گفتم خب اگر که این پروسه رو کامل برم خودم این ویدیو رو ضبط کنم، قول دادم و حالا این پروسه رو رفتم و انجام دادم. تاریخ این ویدیو هست برای 2024. ممکنه در آینده یه مقداری شاید فرایند اینا تغییر کنه، شاید 1 سال 2 سال 3 سال بعد، چون من این ویدیو رو میذارم برای بچه ها و هدف گرفتن در واقع همچین مهری هست که به شما میگه که شما میتونید 3 بار 2 بار در واقع برید ایران و 3 ماه بمونید و یه سری مراحل هست که 11 تا مرحله از سامانه میخک شروع میشه به سامانه میخک ختم میشه. من اینجا باید بگم که این مراحل مربوط به دریافت مهر برای کسایی هست که با معافیت تحصیلی خارج شدن. یعنی شما اگر که با وثیقه سیاحتی خارج شدید از ایران یه مقداری فرق میکنه. این مراحل ممکنه اوورلپ داشته باشه ولی فرق میکنه، باید اینا رو مد نظر قرار بگیرید. و اگر دوستان رشته پزشکی هستن اینها فرق میکنه، یعنی این فایل برای رشته های غیر پزشکی و کسانی که با معافیت تحصیلی، یعنی اون روال عادیش دیگه که از کشور در واقع با معافیت تحصیلی خارج شده. خب یه سری مراحل آنلاین ما داریم که هولوش 1 تا 2 ماه زمان میبره و یک مرحله حضوری داریم که تو 1 روز تقریبا میتونه انجام بشه همش. و اولیش سامانه میخک هست. من یکم سرعت این چیزامو زیاد بکنم گفتم. ببین این سامانه میخک یه فرم 600 هست که این هزینه ها رو توضیح داده. خب شما فرم رو میتونید بزنید و ببینید. یه فرم 50 هست که این فرم پیج دوش در خصوص اینه که شما باید اول مدرک فارغ التحصیلیتون رو تایید کنید. یعنی شما فکر کنید ارشد گرفتید یا دکترا گرفتید خارج از کشور، این مدرک باید اول تایید بشه توسط سامانه میخک و شما این یه سری مدارک اینجا گفته شده، خب اینا رو باید مهیا کنید. حالا من ریز اینها رو و این سامانه‌ش رو همه چیز رو میگم. ببینید تو سامانه میخک میرید و میرید اینجا امور تحصیلی. اگر که من نمیدونم موسم فکر کنم نمایش داده میشه یا نمیشه. آره. بعد میرید قسمت درخواست تایید مدرک، با قرمز اینجا مشخص کردم، اینو میزنید و یه درخواست رو اینجا ثبت میکنید که شامل ببین نوع درخواست رو باید اول تعیین کنید و بعد باید شماره 1 و 2 و 3 این اجازه نامه استعلام مدرک خدمت گیرنده، یه فرمیه اینجا دانلودش میکنید، فایل ورده و پرش میکنید، امضاش میکنید و مدرک اقامتی و همچنین ارسال گواهی ریز نمرات پایان دوره به همراه مدرک فارغ التحصیلی. یعنی این دوتا رو باید با هم بفرستید و توی این نوع پیوست میزنید تایید مدارک فارغ التحصیلی خدمت گیرنده و توی پیوست شما ریز نمراتتون و مدرک فارغ التحصیلیتون رو باید بذارید. یعنی پس 7-8 تا مثلا فکر کن مثلا میشه ردیف دیگه و جفتش هم با هم باید بذارید. و حالا این برای دکتر شما میتونید اینجا مقطع رو بزنید ارشد. سوال اول اینه که آیا ریز نمرات رو من باید جدا تایید کنم چون درخواست قبلی ما رو تایید مدرک تحصیلیه؟ جواب اینه که نه، لازم نیست، به خاطر اینه که من این کارو کردم و بهم گفتن که در واقع این درخواست تکراری هست. یعنی من 2 تا درخواست ثبت کردم و بهم گفتن این درخواست تکراری هست، مدارک با کد رهگیری قبلی در واقع ثبت شده و پس شما لازم نیست، فقط 1 درخواست و همون مدرک فارغ التحصیلی کافی هست و جفتشو بذارید، جفتشو تایید میکنن. و سوال بعدی اینه که آیا پرونده تحصیلی هم باید تشکیل بدیم؟ دوباره من این کار رو انجام دادم و نمایندگی پرونده منو رد کرد، پرونده تحصیلی، به خاطر که فارغ التحصیل بودم دیگه، عملا نیاز به تشکیل پرونده تحصیلی هم نیستش.
این مواردی که شما باید بفرستید، پرینت کد رهگیری بعد از اینکه تو سامانه میخک در واقع درخواست رو ثبت کردید، تصویر صفحه اول گذرنامه، $27 آمریکا مانی اوردر، و حالا اینا با توجه به این قیمت، ببین فرم فکر کنم 201 دیگه یا 01 بود، این فرمه مثلا حالا شاید سال بعد یا 3-4 سال بعد اینا تغییر کنید، قیمت ها رو حتما نگاه کنید. و هزینه پست برگشت هم لازم نیست، چون چیزی قرار نیست برای شما بفرستن، فقط شما باید اینو بفرستید براشون. و دوستانی که آمریکا یا کانادا هستن به این سفارت و این آدرس میتونن واشنگتن دیگه بفرستن. و وقتی که این کارو کردید، به طور موازی به موازاتش باید از دانشگاه درخواست بکنید که مدارکتون رو رسمی رو بفرستن به این ایمیل. حالا بعضی از دانشگاه میان مثلا توی کانادا یا آمریکا از سیستم‌های خاصی استفاده میکنن، خب کارتون رو راحت میکنن، میرید تو اون سیستم مثلا mycredits.ca مثلا، بعد اونجا میزنید میگید آقا این مدرک رو من میخوام بفرستم به این ایمیل و این ارگانیزیشن، میفرستید و تمام. یعنی این دفتر، منظورم که همین خود این دفتر .org، یعنی قبول میکنن، سامانه خود واشنگتن قبول میکنه این سیستم های مثل نشنال استودنت یا مایکردز. اگر اینجوری نبود باید مدرکتون رو بگید دانشگاه ایمیل کنه، اگر نکرد هم باید دیگه پست کنه دیگه. آخرین چیزش که معمولا همون ایمیل میکنن یا از این سیستم ها استفاده میکنن. خب وقتی که اینجوری شد، شما میاد بعد از چند روز معمولا اینو تایید میکنن. وقتی تایید شد، شما یک تایید مدرک فارغ التحصیلی دارید، نتیجه استعلام تایید و یک کد رهگیری دارید دیگه الان که سامانه میخرید. خب میریم سامانه ایرانداک، میشه قسمت بعدی. این سایت ایرانداک که مال پایان نامه است، از ایران باز نمیشه، از خارج از کشور باز نمیشه. باید یه فرد رو تو ایران داشته باشید که این رو باز کنه و همزمان شما پر کنید، یا VPN ایرانی مثلا، که خب من VPN ایرانی نتونستم پیدا. حالا VPN سیف هم نیست خیلی بخواید حالا این مدارکتون رو چیز کنید، ولی حالا ترجیحاً با یک فردی که توی ایران هست باید در تماس باشید. و این کد رهگیری که آخری این پروسه میده برای سامانه سجاد لازمه. و اطلاعاتی که باید داشته باشید که همزمان با فردی که مثلا تو ایران هست میخواید وارد این سایت بشید و اطلاعات وارد کنید، دیگه معطل نشید که عنوان و چکیده پایان نامه رو به فارسی ترجمه کنید و فهرست مطالب و لیست منابع پایان نامه هم لازم نیست به ترجمه بشه، اینا رو بندازید توی یک فایل ورد و همزمان که میخواید اینا رو پر کنید اینا رو کپی پیست میکنید دیگه. و اطلاعات دیگری هم توی ایرانداک لازمه، مثل شناسنامه، نمیدونم کارت ملی و کی فارغ التحصیل شدید و اساتیدی که مثلا تو دفاعتون بودن کیا بودن و تاریخ دفاعتون. از اینجور سوالا میپرسه که خیلی پیچیده نیست، یعنی میتونید اینا رو خیلی راحت در بیارید و پر کنید. و این حالا شکلشه تو سال 2024. میرید اون پایین، اون ثبت پایان نامه و رساله رو میزنید و بعد یه صفحه باز میشه، ورود کاربران دانشجویی رو میزنید و بعد هم ورود به حساب کاربری رو میزنید که حالا اینجا با کد ملی یا شماره همراه میتونید وارد بشید. من یادم رفته بود این اطلاعات ایرانداک رو، چون خیلی قبل ترها ما مثلا تز ارشدمو من اینجا آپلود کرده بودم تو ایران، ولی چون یادم رفته بود یک اکانت جدید ساختم و با اون اکانت جدید دوباره اومدم پایان نامه دکترای انگلیسی رو وارد کردم. و خب وقتی رفتید داخل این وبسایت، یک دوباره اینجا توی عکس بالا میتونید پایان نامه رساله خارج از کشور رو بزنید و 6 تا مرحله، یک تبی باز میشه که 6 تا مرحله هست و اطلاعات شخص و مثلا پایان نامه و پذیرش و اینا همه رو وارد میکنه. وقتی که تموم شد، یک کد رهگیری به شما میده که این کد رهگیری رو لازم داریم برای مرحله بعد. حالا جالبیش اینه که اینجا کار شما تموم میشه ولی کار اونا با شما تموم نمیشه، یعنی سامانه ایرانداک اینجوری ادامه داره. و دلیلش هم این هست که شما انگار یه فرایندی رو دارید انجام میدید که زیر مجموعه یا زیر چتر یک فرایند دیگه است. یعنی در واقع ما در اصل باید
ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور رو انجام بدیم دیگه. بگیم آقا مثلا اگه یادتون باشه شما توی برای لیسانس و ارشد این کارو کردیم، مثلا پول دادیم، آزاد کردیم، بعد رفتیم میدون فردوسی و سازمان امور دانشجو مهر زد پشت این مدرک. هم اتفاقی این چینینی هم باید بیفته برای انگار مدرک خارجی دیگه، درسته؟ یعنی حالا پول که نباید بدید ولی انگار باید این ارزشیابی بشه. برای همین شما میبینید که اینجا مثلا این 4 مرحله است و ما توی مرحله پذیرش این رانداک دیگه تموم میشه کارمون برای سربازی فقط. خب ولی برای اینی که اون مدرک حالا ارزشیابی بشه، 4 روز دیگه اگه رفتید ایران مثلا می‌خواستید برگردید و یه کاری رو انجام بدید با مدرک خارجیتون، مدرک باید ارزشیابی بشه. پس این 4 تا مرحله باید بره. منتها من خیلی خلاصه کنم اینجا دیگه، این که شما این رو کد رهگیری رو میگیرید کارتون تموم میشه برای سربازی دیگه و تموم. این دیگه کاری نداره اگه این بخواد مثلا حالا 3 باشه یا 4 باشه، این 3-4 ماه طول میکشه تا بخواد برسه به تهش. و وارد سامانه سجاد میشید مرحله 3. خب سامانه سجاد کم به قول این انگلیسی زبانا تریکیه، باید یه مقداری حواستون باشه که مرحله باید پیش برید. اول باید کارشناسیتون رو ثبت کنید، برید منوی خدمات، اداره کل امور دانشجویان، دریافت تایید تحصیل. حالا من اینا رو باز با شکل توضیح میدم. و اول مدرک کارشناسی رو ثبت کنید. 1-2 هفته طول میکشه تا اون کارشناس محترم توی دانشگاه لیسانستون توی ایران اینو تایید کنه. وقتی تایید کرد دوباره میرید مدرک ارشد، حالا دوباره همین پروسه صبر کنید تا تایید بشه. تایید که شد دوباره میرید حالا مدرک دکتراتون رو درخواست میدید. چند تا نکته هست، اگر بیشتر از 10 روز اینا طول کشید حتما زنگ بزنید بهشون، یعنی بهشون زنگ بزنید و بگید آقا من مدرکمو آزاد کردم. وقتی زنگ میزنید حتما بهشون بگید که کار لغو تعهد و آموزش رایگان حتما انجام داده، چون گاهی اینا میان مینویسن که یادشون نیست دیگه، یادشون میره و میان مینویسن خب شما آقا مدرکتون ارزش مثلا تایید میشه ولی شما باید تعهد خدمتتون رو انجام بدید و انگار آزاد نکردید، در حالی که شما آزاد کردید دیگه. و اینا خب یه یادآوری بکنید به اون کارشناس خوبه. و اینکه خب زودتر کارتون رو انجام بدن. و تو این مرحله میتونید از این نرم افزار رپتل حالا استفاده کنید، اگر چون هم هزینه‌اش خیلی خوبه، هم راحت میتونید زنگ بزنید به اون تلفن که توی دانشگاه هست و حالا تلفن موبایل هر چیزی میتونید راحت از اینجا تماس بگیرید با شمارتون. و آماده پرداختم باشید. تو این هر مرحله 75,000 تومان حالا به تاریخ 2024 باید بدید. و یه چیز دیگه هم که هست، این لینک دائمی رساله دکتراتون رو تو سایت کتابخونه دانشگاه اینو یه اسنپ شاتی ازش بگیرید و این صفحه رساله هم که مثلا شما یه لینکی هستی اونم کپی کنید همراه این عکس و به ورد و پی دی اف تبدیل کنید و اینو توی سایت هم آپلود کنید تو همین سایت سامانه سجاد وقتی که در واقع میخواید مدرک تحصیل خارجیتون رو ارزشیابی کنید. و حالا اینجا مکانش هم گفتم این خط آخر که کجا باید آپلود کنید. خب مورد بعدی اینه که توی فرایند ارزشیابی مدرک خارجی که حالا ممکنه برای برای من دکترا بود، حالا ممکنه شما ارشد باشید ارشد ده. و اگر دکترا باشید، دکترا گرفته باشید، دکترا هست دیگه. باید یه تیکی هست به نام چک باکسی هست به نام درخواست نظام وظیفه دارید یا نه. اینو حتما بزنید چون این باعث میشه که ظرف 2-3 روز یک ایمیلی بیاد براتون که با اون ایمیل برید دنبال کارهای سربازی. ببین کلا فرایند ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی 3-4 ماه طول میکشه. ولی میگم دیگه این سربازیه، یعنی مهر خروج مشمولین، چون زیر مجموعه این هست، این میتونه خیلی سریعتر انجام بشه. شما اگه این تیک رو بزنید یک ایمیلی برای شما میاد چند روز بعد که نوشته با در دست داشتن شماره ملی در روزهای اداری جهت دریافت نامه به سازمان امور دانشجویان خانم یا آقای فلانی مراجعه فرمایید و شما میتونید خب ادامه بدید مسیرتون رو. ولی اگه اینو نزنید خب بای دیفالت یعنی که شما این مورد رو نخواستید دیگه و خب باز دنگ و فنگ داره، باز زنگ بزنید و ببینید چی میشه. و آره وقتی توی
دارید یک سری تاریخ‌های ورود و خروج رو وارد میکنید تو قسمت ارزش‌یابی مدرک خارجی. معمولا اینجوریه که سیستم نمیدونم چرا اینجوری، ولی دیفالتش اینه که هر ورودی، هر خروجی یک ورودی داره دیگه. یعنی شما رفتید برمیگردید، در حالی که اینجوری نیست. شما خارج شدید و هیچ وقت دیگه حالا نگشتید، یا حداقل الان خارج از کشوره که مهر رو میخواید دیگه. و خب هر خروج لزوما یک ورود نداره و اینجا یک به مشکل میخوره. حالا اینو من میگم وقتی رفتید پر کردید میفهمید که اینجا چیه. میگم باز هم این شاید آپدیت کنن اینا رو در سالهای آینده. و خب ممکنه کارشناس اصلاحات بزنه و اینا که خیلی معمولا سریعه برای مرحله اول گرفتن این نامه. ولی خب دیگه اصلاحات هم زد انجام بدید دیگه، نگران نباشید، استرس هم نداشته باشید. و آره یه چیز دیگه هم که هست اینجا، یک پیوست گواهی رسمی اشتغال به تحصیل رو میخواد که این من همون نامه ادمیشن رو گذاشتم. و کلا سامان سجاد ممکنه میگم 3-4 ماه طول بکشه و اون ایمیل فقط مهمه. اگه دنبال سربازی هستی و اون بحث مهره، اون ایمیل فقط مهمه. ایناش دیگه برای اون ارزشیابی مدرکتونه که شما یک برگه‌ای مثل این دریافت میکنید که این انگار مثلا گواهینامه موقتی که برای مدرک تحصیل خارجی میده بعد از همه این اتفاقا. یعنی برای معافیت، برای مشمولین این برگه رو شما لازم ندارید. و میگم یعنی این مال بعد از این اتفاقا هستش. شما فقط برای مهر خروج مشمولی این ایمیل رو لازم دارید که برید اونجا و یه برگی رو بگیرید و برید دنبال کارش. خب این سامانه سجاد هست و اینجا میزنید ورود کاربر متقاضی و بعد میرید توی این قسمت و میزنید دریافت اداره کل امور دانش آموختگان و دریافت تایید تحصیلی. و شما وقتی که درخواستتون رو ثبت کنید تو سامان سجاد برای ارزشیابی مدرک خارجی، همچین انگار خروجی یا همچین چیزی میگیرید دیگه، ایمیلی که آقا شما درخواست شما ثبت شده، برای مثلا اگر مشکلی خوردید به این کارشناس توی کشورتون که هستید مراجعه فرمایید. مثلا من که تو کانادا هستم آقای کاظمی هستش کارشناس. و معمولا حالا این ایمیله، من که ایمیل زدم که جواب ندادن، ولی خب زنگ بزنید جواب میدن و خیلی هم هلپفول هستن. و این چیزی هست که شما میبینید دیگه بعدا که شما یک دریافت جز این دوتا که حالا من این لغو تعهد آموزش رایگان هست، ولی این شماره 3 که دریافت تایید تحصیلی هست که خاتمه یافته است، شماره 2 دریافت تایید تحصیلی خاتمه یافته است. این دوتا لیسانس و ارشد من بود. و شماره 1 هم ارزشیابی مدرک تحصیل خارجی که هنوز در حال بررسی، یعنی بعد از گذشته 2 ماه که من دارم این ویدیو رو میسازم از اون زمانی که در واقع این درخواست ثبت کردم، در حال بررسی هست. ولی خب عملا این رو ما لازم نداریم. دوباره من دارم میگم دیگه شما اینو لازم ندارید برای گرفتن مهر خروج کشور مشمولی. خب مرحله آنلاینش تموم شد. مرحله آنلاینش هولوش 1 ماه 2 ماه طول میکشه و مرحله حضوریش خیلی سریعتر است. خب مرحله حضوری از مورد 4 تا 9 هست که اول یکی از بستگان نزدیک یعنی درجه 1 عملا دیگه، یعنی پدر یا برادر، مادر یا خواهر، اینا باید برن سازمان امور دانشجویان و اونجا چیزی که اینا لازم هست با خودشون ببرن یه کارت ملی هست و شماره ملی شما و هیچ نیاز به هیچ اصل مدرک شما که شخص غایب هستید اونجا نیستش در تمام این مراحل که از شماره 4 تا 9 من اینجا گفتم. و خب من اول ببینید اینجا سازمان امور دانشجویان هست، نظام وظیفه هست و یک بانک هست و یک وزارت امور خارجه هست. شماره 4 تا 9 این آدرس ها هست که از راست این سازمان امور دانشجویان عکس مربوط به سازمان امور دانشجویانه و وسطی مربوط به سازمان وظیفه عمومی ناجاست و بانک هم داخل این سازمان نظام وظیفه هست که خب برای اون دوستانی که یه مقداری مثلا
اولد اسکول تر هستن و مثل من که 6-7 سال پیش مثلا درسم تمام شد، یعنی 2018 اینا شروع شد. ببخشید اون زمان بانک قوامین بود و داخل سازمان نظام وظیفه، که بانک قوامین خب انگار ادغام شده با بانک سپه، یعنی بانک قوامین دیگه وجود نداره و شما داخل این نظام وظیفه الان بانک سپه هست و اونجا باید کارتون انجام بدید. و وزارت امور خارجه هم که خیابون 30 تیر هست. خب مورد 4 پس اینه که خب اون فامیل درجه یکتون مثلا پدرتون یا برادرتون باید برن به سازمان امور دانشجویان تو میدون فردوسی و خیابون فردوسی یا میدون فردوسی درست، و اولین کاری که میکنن میرن طبقه همکف، یه نوبتی میگیرن که مربوط به دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل میکنند. نوبت رو که گرفتن دیگه اونجا بهشون میگن که کجا باید برن و میرن اونجا. یه نامه‌ای هست، همچین نامه‌ایه، این نامه رو اون شخص بهتون میده و این نامه رو پرینت بگیرید. تو خود همون سازمان امور دانشجویان یک پرینتی هست به قول بچه‌ها و اونجا پرینت بگیرید اینو، که ببخشید کپی بگیرید. حالا من نمیدونم چرا نوشتم پرینت. این نامه رو باید کپی بگیرید، ازش داشته باشید برای خودتون، چون این نامه اصلش رو باید بدید به سازمان نظام وظیفه. خب و از اونجا میرید به نظام وظیفه، اون بستگانتون هر کی هست میره به نظام وظیفه و توی نظام وظیفه حالا در کیس های خیلی نادر اینجا ممکنه که اگر زمان مدت اقامت شما 3 سال نشده باشه، مثلا فکر کنید برای دوره ارشد اومدید و ارشدتون تمام کردید، خب 2 سال بودید دیگه و 3 سال نگذشته، چون با 3 سال حداقل فکر کنم اینجا بوده باشید دیگه توی خارج از کشور که این مهر رو به شما بدن. اگر اینجوری نبود میگن که خب اگر شک داشتن و اینا، میگن کپی پاسپورت دوران تحصیل و شناسنامه و کپی کارت ملی و مدارک اقامتی و نامه شروع تحصیل رو بدید تا من ببینم که شما مثلا کی تحصیل شروع شده کی. ولی خب برای من که نخواستن و خیلی کیس های نادر، میگم اینو من مثلا فقط 1-2 مورد شنیدم، وگرنه در حالت عادی هیچی نمیخواد. میرید اونجا یه سربازی هست و میپرسه برای چه کاری اومدید و شما میگید برای این برگه رو میخوام برم بدم معافیت تحصیلی و اون میگه برو سالن 3 سمت راست که سالن بزرگیه برای معافیت تحصیلی و اونجا اون آدمی که هست شما رو میفرسته یه قسمت دیگه تو خود همون نظام وظیفه امور مالیه. بعد از امور مالی برمیگردید دوباره میاد همون قسمت سالن بزرگ و یه نامه میده که نامه به بانک. این نامه به بانک دوباره میگم اینجا که چون قوانین ادغام شده با بانک سپه، ممکنه شما رو بفرستن بانک سپه داخل نظام وظیفه، ممکنه بفرستن ناکجا آباد دیگه، یعنی بفرستن انقدر دور که شاید کار شما به اون 1 روز انجام نشه و این بسته به این که شما کجا اون رو باز کردی و چه شعبه‌ای بوده و آره یه سری متغیرهای اینجوری داره. خب برای من همون داخل بود و کارم همون داخلم انجام شده بود و این رو انجام میدید و بانک باز یه نامه میده، میگه که آقا این نامه ضبط وثیقه است دیگه، که این نامه رو باز دوباره باید برگردونید به نظام وظیفه. باز دوباره تو نظام وظیفه میگم اینجا آره باز من این اطلاعات تکرار کردم که در کیس‌های خیلی نادر، ولی خب اینا رو دیگه همون گفته شد. یه نامه اینجوری به شما میدن برای سازمان امور دانشجویان، یعنی شما نامه بانک رو میدید به نظام وظیفه، نظام وظیفه یک نامه همچین فرمتی به شما میده که این نامه به نامه ضبط وثیقه است دیگه. اگه همونجور نگاه کنیم موضوعش پاسخ استعلام ضبط ودیعه، حالا اینا میگن مشمولان. خب که این نامه هم دوباره کپی بگیرید و این نامه خیلی مهمیه، چون که نامه‌ای که نشون میده شما دیگه مشمول غایبید. بعد این نامه رو میبرید دوباره سازمان امور دانشجویان و اینا یه نامه‌ای میدن که این نامه قول مرحله آخر هست و این نامه رو شما باید ببرید وزارت امور خارجه. یه فرمت اینجوری داره دیگه، ببینید مثلا نوشته که نامبرده مرتکب غیبت شده و اینجوری شده دیگه. اینم کپی بگیرید و بعد میرید به وزارت امور خارجه. خب وزارت امور خارجه که وقتی رفتید
بپرسید که میز خدمت کجاست. میخوام برم میز خدمت، چون اونجا که میرید هیچ کس کاری به کارتون نداره، خیلی سردرگم میشید و نمیدونید کجا باید برید. میگید میز خدمت، میز خدمت میرید یه نفری نشسته میگه باید چه کار کنی، حالا شما اومدی اینجا این نامه رو آوردی کجا باید برید، و این نامه رو میگه ببرید به اون کنسولگری که حالا شما شهری که هستید و شما میرید به اونجا تحویل میدید. اینجا هیچی نمیدن به شما، اون نامه رو میگیرن میگن خداحافظ. ولی شما کاری که باید بکنید اینه که شماره اون نامه رو ازشون بگیرید. یعنی ببینید من شماره این نامه رو نمیگم ها، این نامه رو شما میگیرید میدید به وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه یه نامه میزنه به صورت دیجیتال به اون کنسولگریه و اون نامه کپیشو به شما نمیده، فقط یه شماره نامه هست، اون رو باید بنویسید و داشته باشید برای مرحله بعد. چون توی مرحله 10 که خب مرحله 9 که در واقع تموم میشه، اینجا کار اون بستگان عزیز شما و اون برمیگرده و شما دیگه بعد از ظرف 3-4 روز 5 روز میتونید زنگ بزنید به کنسولگری مربوطه و توی شهرتون و پیگیر بشید. وقتی زنگ میزنید میگی خب مثلا شما حالا شماره ملی تو بگو یا مثلا شماره نامه رو بگو. خب بعد اینجا اگه اون نامه رو نگرفتی باشی شماره رو، میگی خب من نمیدونم دیگه. خب بعد اونم اینجوری که حالا باز میره مثلا اینجوری که خب حالا شماره ملیت اسم تو بگو، مثلا آقا نامه نیستش. ولی شماره نامه رو که بگید خب راحت‌تر فرآیند پیش میره دیگه. مثلا برای من شماره نامه رو نداشتم، من بعداً فهمیدم که بابا این شماره نامه رو باید میگرفتم و برای همین به من گفتش که نامه‌های مثلا ضبط وثیقت رو بذار دیگه، که میشه مرحله 4 و 7 و 8. این مراحل من خودم نامگذاری کردم، یعنی این مراحل چیزای مرسومی نیست برای خودشون که بگه آقا نامه مرحله 4 مثلا، اون نمیدونن، هیچکس نمیدونه. اینا طبق همین ویدیو و همین فایل هستش که در واقع نامه شماره 8 میشه این، نامه شماره 4 میشه این و نامه شماره 7 هم میشه این دیگه. 4 7 8 اینا رو هم گذاشتم همراه با چیز. خب بعد کنسولگری ممکنه به شما بگه آقا این نامه رسیده یا نرسیده. خب اگر که برای من مثلا گفت نرسیده نامه، ولی شما بفرستی مدارک تو بفرست، اون هر چی داری بفرست، اون نامه‌های مثلا ضبط وثیقت و اینا رو بفرست، ما کاراشو انجام میدیم، نگران نباش. خیلی هلپفول بودن کنسولگری واشنگتن، دستشون در نکن. و مرحله آخر اینه که خب حالا وارد سامانه میخک میشیم دوباره و درخواست پاسپورت جدید و مهر خروج. اینها در واقع این سمت چپ که این فرم 201 هست، این سمت چپ مدارکش هست که اول باید تو سامانه میخک خب درخواستتون رو بدید و بعد فرم شماره 201 رو پر کنید. اصل گذرنامه، اصل شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک اقامتی معتبر و کارت پایان خدمت که اگر نداشتید همون نامه معافیت تحصیلی خارج از کشور یا نامه وزارت امور خارجه مرحله 8 که تصویرشو گذاشته بودم، اونا میتونید براشون بذارید اینجا. و این هم مواردش هست که من حالا اینجا غلط املایی هم داره بالا. و شما باید 2 تا درخواست بدید، یک درخواست تعویض پاسپورت و محل اقامت و یک درخواست مهر خروج مشمولی. پس 2 تا کد رهگیری میخک هست و فرم شماره 201 رو هم پر میکنید و یک مانی اوردر میگیرید و صدور گذرنامه، تغییر محل اقامت گذرنامه، مهر خروج مشمولین اولین بار و هزینه پست و برگشت رو توی این مانی اوردر باید شما اینکلود کنید، یعنی 4 مورد. پس و اینا رو هم میتونید هزینه‌هاشو دوباره از این فهرست جامع در بیارید و اون شماره نامه‌ای که وزارت امور خارجه داد تو مرحله 9 اونم بنویسید روی برگه و توضیح بدید، بگید آقا من کاراشو انجام دادم و این نامه هست. و حالا نامه‌های مثلا مرحله 4 و 7 و 8 هم میتونید کپی بگیرید بفرستید دیگه، مشکل نداره، هرچی بذارید هرچی بیشتر باشه بهتر دیگه. و اصل گذرنامه، اصل شناسنامه، کپی کارت ملی، 2 قطعه عکس و کپی کارت اقامتی معتبر. و وقتی شما اصل گذرنامه تو هم میذاری، گذرنامه تو برمیگردونه، گذرنامه قدیمی تو یه انگار سوراخی میکنن گوشش رو و برمیگردونن بهت، میتونی اون رو دوباره داشته. و اصل شناسنامه تو البته
آره تموم شد. ممنون. حالا اگر سوال داشتی تو همین کامنت ها بذارید و من سعی میکنم که جواب بدم. ممنونم، متشکر. امیدوارم که شاد و سربلند و پیروز باشید.